به نام خداوند جان و خرد که از این برتر اندیشه بر نگذرد. عرض سلام ادب و احترام دارم خدمت بینندگان عزیز و ارجمند. امیدوار هستم که سال نو، سال 1397 سال تو هم با خیر و برکت و شادی باشه. عید نوروز باستان در افغانستان 5397 سال قدمت دیرینه دارد که قبل از دین اسلام و قبل از میلاد مسیح جشن گل سرخ در افغانستان در مزار شریف برگزار می شده و این خدمت خیلی دیرینه ای است که هر سال در روز اول عید نوروز این جشن توسط مردم افغانستان در مکانهای زیارتی از جمله روضه سخی در کابل و همینطور در مزار جشن برگزار میشه و جنده بالا میشه و اگر جنده روزی اول که بالا میشه توسط پهلوانان، توسط خادمین روضه شریف، اگر این جنده به طور مستقیم و خیلی آسان بالا شد حتما اون سال با برکتی هست و اگر مقدار کج یا نامهنگی به وجود بیاید و اون جنده صاف بالا نشوند میگویند که سال جالبی نداریم. و در این سال آداب و رسوم مردم افغانستان به طوری است که در روز اول عید نوروز مردم به دامان طبیعت میرند و این روز را گرامی میدارند و جشن میگیرند که در ایران ما 13 بدر را داریم. در روز 13 روز طبیعت است. در افغانستان روز اول مردم ها لباس های نو میپوشند، قبل از عید نوروز خانه تکانی میکنند، نظم میگیرند، شب مردار نظم میگیرند، حلوا جور میکنند و سمنک درست میکنن توسط خانم ها و فالگیری دارن برای دخترهای جوان که فال خودشان هم میگیرن توسط یک انگشتر در داخل آب میندازن و رسم خیلی جالبی است که بختشان در واقع باز میشن. رفت آمدها هستن، کودکان لباس های رنگی، لباس های خیلی نو خوبی به تن میکنن، جامعه نو میپوشن. وقتی که در خانه اقوام فامیل بزرگترها میرن، کودکان به احترام اون کلانترها دست بزرگترها را میبوسند و بزرگترها هم برای اونا پیسه یا پول عیدی میتن که بسیار رسم و رسوم جالبی است. از جمله بوسکشی ما داریم، کوجنگی، خروس جنگی، مرغ جنگی، قطکان، توش لبازی، اینا چیزایی هستن که در عید نوروز در افغانستان رایج است. و عید نوروز روز اولش تعطیلات رسمی است و روز دوم برعکس کشورهای دیگر به دلیل سرد بودن هوا و چیزهای دیگر مدارس شروع میشه.